دوستان اینجا تصویبیش خیلی خطرناکه، مناسب برای معیونی نیستش. اینجا میبینی که مناسب نیست، نه چون داره نه تصویبی. اینجا ورودی پارک مساری هست که میبینی که خیلی سخته برای دوستانی که بیشتری هستن. من نمیدونم که چرا اینجا بستن برای معلومی. دوستانی که نمیدونم آقای صرفاف میده اولین باره که سردار محترم کعبی بودن گفته بودن که اینجا اولین باری که مراسشاتی هست، ولی من اومدم با کارشناسا دیدیم که اینجا ورودی